Hello everybody, welcome back to our English channel. خب دوستان اومدیم با درس 14 از کتاب آکسفورد ورد اسکیلز که درباره کلمه زیبای فامیلی هست، یعنی خانواده. خیلی هم زیبا. درباره فامیلی چی میگه؟ میگه Damon's family tree. این یعنی درخت فامیلی، میشه گفت ریشه شجره نامه یا همچین چیزی شبیه به این. دیمون هم که اسمه، اصلا نمیخواد سیوش کنید، یعنی معنی کنید، ترجمه کنید. بعد اینکه خب بیایم از اینجا شروع کنیم. میگه ما یه نفر داریم، از دو زن اول بگم. یه دونه ایشونه، این خانومه که اصلا شبیه خانومم نیست. یه دونه هم ایشونه که این خانوم هستش گرند مادر یعنی مادر بزرگ دیمن، و ایشون هم گرند فادر. خب دوستان، گرند مادر و گرند فادر که اصلا خیلی راحت حفظ کردن. شما یه دونه فادر داری که میشه بابا، یه دونه مادر داری که میشه مامان، مادر. حالا یک گرند یعنی بزرگ دیگه، اصلا خیلی از اسمش مشخصه. یک گرند بذار کنار اسم مادر میشه چی؟ مادر بزرگ. این هم دقیقا همونه تو انگلیسی، به همین راحتی. اینا جفتش با هم میشه پدر بزرگ مادر بزرگ، هم میشه گرند پرنتس که جمعشونه. دوستان انگلیسی ها، یعنی انگلیسی زبونا، این یادتون باشه توی روابط خانوادگی و اینا یه دونه جمع هم حتما دارن. مثلا الان خواهر برادرات جمعش میشه siblings، اینو یادتون باشه. بعد اینکه خب میگه آقای دیو میشه his father، یعنی Damon's father میشه پدر father. اینم که میشه mother یعنی مادر دیمون. پاول میشه his uncle. دوستان uncle یعنی عمو، دایی. این دوتاشون معنی uncle میدن و aunt معنی عمه و خاله میده. کازین دوستان، کازین هم دختر خاله هم پسر خاله، دختر عمه پسر دایی، اصلا همه اینا با هم همشون میشه کازین. خیلی راحت، اصلا نیومدن به خودشون زحمت ندادن بیان یه اسم جدا واسه اینا انتخاب کنن. همه رو گفتن آقا بگید کازین بیاره دیگه. این از این. بریم پایین. میگه که کارن his sister، کارن خواهرشه، سیستر میشه خواهر، و لوک هستش his brother یعنی برادر دیمنه. دیمن خودش اینه دوستان، این خود آقای دیمنه، ایشون برادرشه، ایشون خواهرشه. جمع این خواهر برادر میشه سیبلینگ، مثل این جمع گرند مادر و گرند فادر که میشه گرند پرنتس. یادتون باشه. دوباره میخونم اینا رو. آنکل یعنی عمو دایی، فرق نمیکنه. آونت یعنی عمه خاله. کازین هم که گفتم همشون با هم میشه کازین. یه دونه کازین رو حفظ کنی کارو در آوردی. بعد اینکه میگه all the people here are Damon's relatives، یعنی فامیلاش، خویشاونداش. بعد اینجا دیگه یه سری روابط دیگه بین همینا میگه. مثلا دیگه الان تا الان داشتیم ربط هر کدوم از اینا به دیمن رو میگفتیم، حالا ببینیم مثلا اینا خودشون با هم دیگه چه روابطی دارن، میشه گفت. حالا ببینیم چیه. میگه لوک اینه یعنی برادر دیمن. is Dave and Maggie's son. میگه لوک هستش پسر دیو و مگی. چرا؟ خب این داداش اینه دیگه، اگه این بچه ایناست اینم بچه اینا محسوب میشه. سان بچه به بچه پسر تو زبان انگلیسی به بچه پسر میگن سان، نمیگن دیگه بوی، مای بوی. البته میگن یعنی میگن مای سان یعنی پسر من. یا به دخترم میگن داتر دیگه، گرل نمیگن، میگن ولی داتر چیز سر اینا. از همین دوتا رو همینجا هم گفت. دوستان ما الان تو درس قبلا اینو گفتم ولی اینجا کامل ترشو میگم. ما یه دونه مگی داریم، یه دونه هم دیو، درسته؟ که این دوتا میشن پدر و مادر اینا. خودش پدر و مادرن یعنی خودشون رابطهشون با هم چیه؟ زن و شوهرن. دوستان ببینید مگی خب هستش وایف برای دیو، یعنی دیو میخواد اینو صدا کنه میگه وایف، ولی این نمیتونه وقتی اینو صدا میکنه بهش بگه وایف، این باید بهش بگه مای هازبند. پس مگی وقتی میخواد دیو صدا کنه میگه هازبند، دیو وقتی میخواد مگی رو صدا کنه میگه مای وایف. این یادتون باشه، نمیتونن برعکس بگن. و اینکه جفتشون هم که میشه پرنتاشون، که این اونجا چند سه بار تاکید کردم جفت پدر و مادر با هم میشن پرنت. دیو is Paul's. دیو کدومه پیدا کنم؟ دیو اینها میشه این با عمو.
دوستان برادر یا سیستر این لاو که اینجوری نوشته یعنی ناتنی. همین، خیلی راحت. اینو خیلی حواستون باشه. پس چیه میشه؟ ناتنی. و اینکه نفیو، دوستان نفیو میگه جیمز که ایمشون باشه is Maggie's nephew. اینا نفیو یعنی خواهرزاده، برادرزاده، اینا میشه چی؟ نفیو. بعد حالا میگه کارن کدومه؟ ایشون میشه is Paul's اینها niece یعنی برادرزاده. اینم میشه. و میگه که grandson، دوستان اصلا گرند یعنی بزرگ دیگه، پیش هر چی همون بزرگ رو معنی کنی توی روابط خویشاوندی تموم شه بره. سان که گفتم یعنی پسر، گرندسان یعنی چی؟ تمامش کن بره، یعنی پسر بزرگتر. تموم شد و رفت، کاری نداره. میگه جسیکا ایز، اینجا خطم کشیدم مشخص نیست چیه، گرند دادر یعنی دختر بزرگ. همین، این کل بخش اول بود. حالا بریم سراغ بخش دوم که میشه فامیلی هیستوری یعنی تاریخ خانواده. حالا ببینیم درباره اینا چی میگه. یه سری اطلاعات درباره اینا که از رو میخونیم، معنیش میکنیم و تموم میشه میره. میگه my parents یعنی پدر مادر من got married یعنی ازدواج کردن 25 years ago رو گفتم یعنی قبل. میگه 25 سال قبل. 2 years later یعنی 2 سال بعد my brother Luke was born یعنی متولد شدن. My brother Luke was born. Then I was born a year after that. بعد یه سال که برادر من لوک به دنیا آمد، یه سال بعدش هم من به دنیا آمدم. After that I also got a sister Karen. یه خواهرم میگه دارم به اسم کارن who is 2 years younger than me که میگه 2 سال بعد من به دنیا آمد، 2 سال جوان‌تره از من. و اینکه بقیه‌اش هستش so there are 5 of us in my family. میگه ما 5 نفریم تو خانواده من. لوک has got a girlfriend. میگه که لوک که برادر بزرگترش بود ایشونه، میگه یه گرلفرند داره یعنی دوست دختر داره. و امای اگه اشتباه نکنم. و میگه they live یعنی زندگی کردن in a small flat یعنی یه سطح صاف، یه تخت، همچی معنی میده. Karen and I still live with mom and dad. We spend a lot of time together. یعنی ما خیلی spend یعنی گذروندن، یعنی ما میگذرونیم a lot of یعنی زیاد، time together یعنی together یعنی با هم دیگه. اینجا هم هستش میگه together یعنی با هم دیگه. spend time with spend یعنی گذروندن، همچی معنی میده. و اینکه dad mom، دوستان اینا حالت یه جورایی میشه گفت آمیانه مادر و فادر، دد و مام، یا مامی هم میگن، ددی هم میگن. بوی فرند یعنی دوست پسر، دوست یعنی فرند، بوی یعنی پسر دیگه. گرل فرند هم همون دوست دختر میشه. There are 5 of us. اینکه میگه یعنی 5 نفریم تو خانواده. have got، دوستان have got با have هیچ فرقی نداره، یا has got هیچ تفاوتی با هم دیگه نداره. be born یعنی به دنیا آمدن. get married یعنی become husband or wife with someone. حالا متضادش چیه؟ get divorced یعنی طلاق گرفتن. این خیلی مهمه. get divorced اینجا توضیحش هم نمیشه stop being husband or wife with someone. خب دوستان اگه آموزش براتون مفید بود میتونید سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید تا از بقیه آموزش ها جا نمونید.